سلام و عرض ادب به بچه گروه و کانال کارانا. دوستان اینجا یه نقطه‌ای رو قبلا مشخص کرده بودن، با یه سیستم دیگه حفاری کرده بودن که ما اومدیم دیدیم و فهمیدیم که حفاری اشتباهی کرده بودن و سیستمشون کاملا خطا زده بود. اومدیم با دستگاه کارانا مکس یه تست بگیریم اینجا رو و نقطه اصلی براشون پیدا کنیم. حرکت کن. ببین خط بوق کارانا این نقطه رو تایید کرده و ادامهش تا به این ورتر میگیره، قطع میشه اونجا، برمیگه رو هدفی که مشخص کردیم و میترمون داره میگه که نقطه اصلی اینجاست. این قسمت حفاری اشتباه کرده بودن به عمق 11 متر، این قسمت دوره حفاری اشتباه کرده بودن و هدف اصلی اینجاست که با این دستگاه مشخص کردیم. به محض اینکه روی هدف اصلی میرسه میتر نشون میده و خط بوق دستگاه نشون میده که جنس ما کجاست. و ببین دوستان، به دقیقاً به صورت نقطه زنی براتون سیستم میده، دقیقاً داره نقطه و مکان اون جنس رو به ما نشون میده. دقیقاً همینجوری که عقب مشخص کردیم.